خب پیش از عملیات رگگیری، آیوی لاین گیری، گرفتن رگ از بیمار با استفاده از آنژیوکت، اول وسایلمون رو فراهم و آماده می‌کنیم. ببین من گاروکشم آماده کردم، یه دونه چسب آنژیوکت آماده می‌کنم. بچه چسب آنژیوکت گفتم شبیه چیه؟ شبیه به یک خشتک شلواره، مثل یک شلوار میمونه، 2 تا پاچه داره. چرا میگم؟ که یادت باشه چه جوری باید فیکسش کنی. پد الکلی، آنژیوکت هم و یه دونه هم چی؟ گاز استریل آماده می‌کنم برای کشتن آنژیوکت هم. روند عملیات رگگیریمون چیه؟ اولا که از بیمار کسب تکلیف و کسب اجازه میکنم، اجازه میگیرم که میخوام ازش رگ بگیرم و بیمارم یک پوزیشن مناسب و پوزیشن درست چی میگیره. میام پیش از هر کاری یک کف دست بالاتر از محلی که میخوام رگگیری کنم، من میخوام از سفالیک ساید ایشون رگ بگیرم، میام یک کف دست بالاتر گارومو چیکار میکنم؟ گارومو فیکس میکنم. ببینید گارو سگک و قلاب قرار میگیره و میگیرم چیکار میکنم؟ این کشو میکشم. درست شد؟ مرحله بعد از بیمارم خواهش میکنم انگشت دستشو میذاره کف دستش و انگشتای دیگه‌شو چیکار میکنه؟ میبنده. این کار باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ ماهیچه ها منقبض شه، تاندونا کشیده شه و رگ فرد و اگه بیمار بازی نکنه، فرار نکنه موقعی که میخوام عملیات رگگیری چی انجام بدم. کدوم دست بیماره؟ دست چپ بیماره. دست راستمو میذارم، یه رگ گفتیم زیر همیشه این انگشت اشاره‌مونه. بله ببین یه رگ اینجا داره، یه رگ گفتیم تو ناحیه مرکزی سفالیک داره و یه رگ هم گفتیم کجا داره؟ در امتداد این انگشتش داره. ببین شایان ماشاءالله هر 3 تا دونه رگو چی داره، ولی بین این 3 تا رگ کدومش از همه واضح تره؟ همین رگی که زیر انگشت اشارمه. محلی که میخوام رگ گیری کنم و میام با استفاده از پد الکلی یا اتانول 70% به بالا ضد عفونی میکنم. ببینید به صورت دورانی، میکروبی، باکتری، قارچی، هر چیزی از این محل بود و چیکار کردم؟ دورش کردم. درست شد؟ آنژیوکت همو میگیرم توی دستم، یک مرتبه تستش میکنم. پیش از عملیات رگگیری هپارین لاک، پیچ انتهایی آنژیوکت همو ببینید بچه باز میکنم، میذارم کنار. چرا گذاشتم کنار؟ الان میگم خدمتتون، آخر سر کار دارم باهاش. الان میام چیکار میکنم؟ میام آنژیوکت همو مسلح میکنم. ببینید این شد چی؟ پوشش آنژیوکت همو برداشتم، الان چی؟ مسلح شد آنژیوکتم. گارو از بالا، مشت دست از کنار، میام چیکار میکنم؟ رگی رو که میخوام بگیرم و انتخاب میکنم. پوست دست بیمارم هم از پایینتر ببین قشنگ میکشم که رگ فرار نکنه و بازی نکنه. این قسمت رو زوم کن لطفاً، این قسمت رو زوم کن قشنگ ببین. آنژیوکت و موماس با روی رگ بیمار بین زاویه 20 تا 40 درجه چیکار میکنم؟ آهسته آنژیوکت همو وارد رگ بیمارم میکنم. درست شد؟ آنژیوکت که وارد رگ بیمار میشه، خون میاد پشت این مخزن. یعنی آقا جان شما رگو گرفتی، برای اینکه سوزن من رگ بیمارم رو پاره نکنه، جر نده، ببینید با دستم برانول رو نگه میدارم، با این یکی دستم یک کوچولو سوزنمو میکشم بیرون. حالا که سوزنو کشیدم بیرون، باز پوست دستشو میکشم و برانول تا انتها هول میدم داخل. رگمو گرفتم، بلافاصله اول گاروم باز میشه. مرحله بعد از بیمارم خواهش میکنم مشت دستشو چیکار کنه؟ باز کنه. یه دستمال کاغذی بدین من. گارو که مدت زمان زیادی بسته میشه، خون از این کنار مخزن چیکار میکنه؟ میاد بیرون. مشکلی نداره، نگران نباشین. برای اینکه چسب دستم نچسبه، دستکشم نچسبه، میتونم دستکشمو چیکار کنم؟ خارج کنم. میام چسب آنژیوکتمو باز میکنم. ببینید چسب آنژیوکت که گفتم شبیه شلواره، طوری باید فیکس بشه که این 2 تا پاچهای شلوار به سمت ما باشه، به سمت دیستال باشه، عضو پایین باشه. ببینید از بیخ آنژیوکت فیکسش میکنم روی آنژیوکتمون. درست شد؟ حالا اگر بیمارم سرم داشته باشه طبق اردر پزشک، سرمو هواگیری میکنم، سرمو میام چیکار میکنم؟ پیچ میکنم، میبندم اینجا، فیکس میکنم. اگر بیمارم سرم نداشته باشه، الکتیو باشه، سر پایی باشه، این هپاریناکو برای همین پیش از اون جدا کردم. ببینید بالای رگو محکم فشار میدم، سوزنمو خارج میکنم و به جاش چیو میبندم؟ به جاش هپارین لاکمو میبندم. در نهایت میایم اون یه مقدار خونی هم که البته نباید ریخته شه، حالا ریخته و با چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. این شد نحوه رگگیری کردن با استفاده از آنژیوکت.